به والله قسم چه قسمی که مجیب الرحمن انصاری از هرات اعلان کرد. از این منبر میگم با آستان حضرت خواجه انصار به دامنه های این کوهایی که در کنار خواجه انصاره، والله العظیم قسم یاد کردم اگر دیگه پسر و دختر به جرم زنا نعوذ بالله اگر یا به قمار یا به شراب دیده شد و دستگیر شد، قانون خدا بر سرش جاری و تمام مسئولین من این حرف رو گفتم و مجددا تکرار میکنم به خواجه انصار و این منطقه دیگه جای برای مفسدین نیست. میان دین جمله سر به کف، دشمنان دین آمدن به صف، جملگی به پیش خط احمدی، وعده شما عدم بردگی، سیف ذوالفقار با قوای خیش، سوی حق به پیش. اون عالم ربانی که مولانا مجیب الرحمن انصاری حفظه الله مدیر مسئول جامعه دارالعلوم عالی انصار و خطیب مسجد جامع گازرگاه شریف، اونها اعلانی که کردن گفتن ما قانون الهی را بر حکومت و نمیگذاریم، خود ما تطبیق میکنیم. من به نمایندگی از این 4-5 هزار جوان برادری که در این محفل آمدن، به نمایندگی اینها از منبر رسول الله علیه السلام حمایت خود را از اون عالم ربانی اعلان میکنم. مسئولین تخار برای شما پیام میرسانم، خدا کنند که پیام من بر گوشتان برسد. صبر میکنیم، یک چند مدت دیگر هم صبر میکنم که شما خودتان پیش روی این فسادکاران را بگیرید، پیش روی زناخانه ها را بگیرید، پیش روی شراب فروشان را بگیرید، پیش روی بانک های سودی را بگیرید، وگرنه به والله قسم چه قسمی که مجیب الرحمن انصاری از هرات اعلان کرد. از این منبر میگم با آستان حضرت خواجه انصار به دامنه های این کوهایی که در کنار خواجه انصاره، والله العظیم قسم یاد کردم اگر دیگه پسر و دختر به جرم زنا نعوذ بالله اگر یا به قمار یا به شراب دیده شد و دستگیر شد، قانون خدا بر سرش جاری و تمام مسئولین من این حرف رو گفتم و مجددا تکرار میکنم به خواجه انصار و این منطقه دیگه جای برای مفسدین نیست. به والله قسم با جوانان مخلص همه صلا بر شانه میکنم، به والله قسم که قانون اسلام را در این خاک تطبیق کنم. برادر پلیسی که واقعا مسلمان باشد پشتیبان این مسئله هست، برادری که اگر والی که مسلمان باشد پشتیبان این مسئله هست، قومندانی که مسلمان باشد پشتیبان این مسئله هست. ولیکن به والله قسم منتظر یک چند مدت دیگر هم می باشم، وگرنه از این منبر اگر صرف نظر هم بکنم، از این مسجد هم بیرون شوم، به والله قسم با جوانان مخلص همه صلا بر شانه می کنیم، این مفسدان را امیدوار هستم که علمای دیگر هم بر این سخن ما موافق باشند. انشاءالله که علما هم موافق هستند. روزی را نکنید، گفتم روزی را نکنید که در این شهر اولین بیرق اسلام از این مسجد بالا شود و بیرق دموکراسی بر آتش کشیده شود. امروز بس از فساد، بس از ملت در بدر شد، بس از ملت خاک بسر شد، بس از ملت یتیم شدن، بیوزن شدن. ملت را دیگر در بدر نکنید،
ما بیزاریم از این نظام هایی که خود ساخته شماست. ما بیزار هستیم از این نظامی که فساد پروری بکند. ما بیزار هستیم از این نظامی که رقاصه پروری بکند. در هر جا میگذریم صدای موسیقی بلند هست. شهری که به هزاران نفر شهید دادند، به هزاران نفر مجاهد جان دادند، در این شهر صدای موسیقی بلند باشد، صدای شراب بلند باشد. عزیزان من، وقت اون است که ما پرچم اسلام را بلند کنیم و از همه برادرانی که در بیرون داخل و بیرون در منزل پایان، هر کسی که در این فرمان ها آماده هستند و متوجه این فرمان هستند، از جا بر بخیزند و با نعره‌های تکبیر صدا بزنند. همه ایتان صدا را بلند بکنید، همه ایتان صدا را بلند بکنید، همه ایتان میگید ما خدای خدا هستیم. عزیزان من درست بنشینید. باز هم میگویم، روزی را نکنید که در وقت خطبه قبل از اینکه نماز جمعه را ترک میکنم، در جمعه نماز جمعه را ترک میکنم، به والله قسم با این 3-4 هزار جوان و برادر سفیدی که هستند از این مسجد بلند شویم که خود را فدای اسلام بکنیم. میان دین جمله سر به کف، دشمنان دین آمدن به صف، جملگی به پیش خط احمدی، وعده شما عدم بردگی، سیف ذوالفقار با قوای خیش، سوی حق به پیش، عزت و شرف در پیام حق، رنگ بت شکن در کلام حق، صحنه جهان مرز خون توست، سیرت رسول رهنمون توست، خفته تابه که نعره ها خموش، سوی حق به پیش، خوش به دشمنان مرگ غیرت است، همت و عمل باشد این هدف، بانگ مؤمنان عزت و شرف، کن تو سرنگون با شعار خویش، سوی حق به پیش، دشمن تو در تاب و در تب است، خصم دین چو شیطان غبغب است، نعره ای به بنیان کف بزن، تا فتد همی لرزه بر بدن، عزم حیدری با نوای خویش، سوی حق به پیش، پاسبان دین عزت شما، رفع پرچم دین مصطفی، بارور شده این ز خونتان، پایه های آیین ز خونتان، فدا کن به راه خدا تو خویش، سوی حق به پیش، میان دین جمله دشمنان دین آمدن به صف، جملگی به پیش خط احمدی، وعده شما عدم بردگی، سیف ذوالفقار با قوای خیش، سوی حق به پیش